سلام، من نسرین هستم. سلام، منم سفدا هستم و اینجا فشن بازه. به اپیزود دوم از فصل سوم فشن باز خوش اومدین. امروز توی قسمت دوم از فصل سوم فشن باز همونطور که سفدا گفت یه مهمون داریم، یه مهمون فوق‌العاده معرکه که ممکنه و میدونم احتمالش زیاده که خیلی از استایلاش رو دیده باشین و عاشق کلن سیگنیچر این آدم باشین. مرجان مرچ کمد. آره اسم مستعارشه، اسم اینستاگرامشه در واقع. مرجان کسیه که به نظر من از استایلینگ صرف رد شده، یه مرحله رفته بالاتر و خیلی هویت و شخصیت ایرانی رو با فرهنگ غربی و اروپایی با هم میکس کرده و خیلی خیلی استایل خاصی داره شخص خودش و استایلیست هم که هست. بریم که صحبت‌های مرجان رو بشنویم. برو بریم. خب مرجان خیلی خیلی خوش اومدی. مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و ممنونم که من دعوت کردی. خیلی خوشحالم که با شما هستم. دو تا دختر هنرمند پرذوق و شوق و خفن. قربونت برم. منم بهت خیلی خوش آمد میگم مرجان جون و مطمئنم که امروز خیلی اپیزود خفنی خواهیم داشت با هم دیگه. من مطمئنم. خیلی خوشحالم. همچنین. خب قبل از اینکه بخوایم اصلا بریم سراغ صحبت هامون و بخوایم شروع کنیم، لطفا خودتو معرفی کن. بگو قبل از اینکه مرچ کمد باشی واقعا کی بودی و اصلا چه اتفاقاتی افتاد و امروز داری چی کار میکنی و اینها. اوکی. خب قبل از اینکه مرچ کمد باشم، یعنی اونی که قبل از مرچ کمد بودم الانم هستم در حقیقت، راستشو بخوای، ولی من اسمم مرجانه و اینکه تقریبا فکر میکنم 20 ساله که دارم انگلیسی و فرانسوی تدریس میکنم. از سن خیلی کم این کار رو شروع کردم به خاطر موقعیتی که توش بزرگ شده بودم و تحصیل کرده بودم. این کار رو خیلی دوست داشتم. در کنارش در دانشگاه روانشناسی خوندم. خیلی نمیدونم، شاید تصمیم نادرستی بود برای من. شاید میرفتم مثلا نمیدونم هنر میخوندم، ولی این کار نکردم چون که مامانم روانشناسن و همیشه هم از بچگی دوست داشتم که با آدم‌ها سرکله بزنم، بهشون بگم چی کار بکنن چی کار نکنن. یه جاهایی دارم میخواست متکلم وحده باشم، امروز شاید من متکلم وحده باشم، ولی آره روانشناسی خوندم. خیلی هم توی شغلم به همین رشته کمک کرد، ارتباطم با آدم‌ها، پیدا کردن اون کسایی که دوست داشتم باهاشون کلاس داشته باشم، اون کامیونیتی که خودم دلم میخواست باهاشون در ارتباط باشم. رشته که دانشگاه خوندم بهم کمک کرد. و اینکه خب یه جمله خیلی کلیشه‌ای عجیب که همه میگن ما از بچگی خودمون لباس میدوختیم، لباس عروسک میدوختیم، نمیدونم نه من هیچ کدومو میدوختم. هیچ کدوم از اینا نبودم. خیلی به استایل اهمیت میدادم. پدرم بسیار آدم خوش سلیقه‌ای بودن، مخصوصا برای مامانم. خب این خیلی اتفاق نادریه توی آقایون ایرانی. البته ببخشید آقایون ایرانی من نمیخوام بکنم، ولی خب در اون زمان این اتفاق خیلی اتفاق نادری بوده که چیزای زیبا برای مامانم انتخاب میکردن و من این چشمه انگار اون تجربه بصریه بهم کمک میکرد که سخت پسند بودم و چیزای عادی رو هم دوست نداشتم. دلم میخواست که با همه فرق داشته باشم. به مرور زمان خب اطرافیان لطف داشتن، میگفتن خب بسیار قشنگ لباس میپوشی، چقدر خوب میتونی مچ بکنی، چه باحاله که تو اینو انتخاب کردی. کم کم به این فکر افتادم که خب من توی این یه ذوق و شوقی دارم که بعد ادامهش بدم. چند تا دوره استایل گذروندم به صورت آنلاین و دیگه اونجا شد که مرچ کمد شروع کرد یه ذره جون گرفتن و فعالیت بیرونی کردن. قبلش هرچی بود بیشتر برای خودم بود و خودم روزمره خودم به عنوان یک معلم هر جا که میرفتم یه ذره معلم چی میگن، از خودت تعریف نکنی از خودت تعریف نباشه، معلم جالبی بودم و بیشتر کلاسام هم آدم‌ها به خاطر اون ظاهره اول میپسندیدن، راستشو بگم، بعد میومدن سراغ این که خب اوکی حالا پس این آدم نالج هم داره، ولی ظاهره خیلی موثر بود برای اینکه بتونم با اون کامیونیتی در ارتباط باشم.
مرجان یه چیزی گفتی توی صحبتات اولش راجع به روانشناسی که خوندی. ببین اتفاقا اونجا اولش خودت گفتی که شاید اگر برمیگشتم عقب مثلا میرفتم هنر میخوندم، ولی میخوام اینو بهت بگم که اتفاقا خودت بهتر میدونی دیگه، استادی، ولی مسئله اینجاست که تو وقتی که داری استایل میکنی آدما رو و تو این حوزه داری کار میکنی، مسئله اینجاست که اون روانشناسی بسیار 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 به دردت میخوره و کار میکنه، به خاطر اینکه قاعدتا تو دیگه کامیونیتی که میسازی، ارتباطت با آدما، اینکه چقدر بتونی اصلا اگه استایلیست شخصی باشی چقدر بتونی با اون آدم ارتباط برقرار کنی، متقاعدش کنی برای اینکه بتونه متوجه یک سری داستانا بشه. و میخوام بهت بگم این چیزیه که ما هی توی هر ممکنه چند تا اپیزود یه بار بهش فلش بک میزنیم که چقدر اون مسیری که رفتیم و طی کردیم و اون زندگی زیستمون الان داره بهمون تو هر جایی که هستیم و هر جایی که داریم کار میکنیم چقدر داره بهمون کمک میکنه. و میخوام بهت بگم امروزی که ما نشستیم با هم حرف زدیم، شاید همون گپ و گفت اولیه‌ای که با هم داشتیم، اینکه انقدر تونستیم با هم دیگه ارتباط بگیریم، واقعا از این میاد که انگار یه بیسی از اینکه تو میتونی با آدما خیلی خیلی راحت ارتباط برقرار کنی توی تو وجود داشته و همون باعث شده که الان اینجا داریم حرف میزنیم با هم دیگه. اتفاقا در مورد مرجان یه چیزی که خیلی ملموسه اینه که نتورک و ارتباطات خیلی خیلی خوبی داره، یعنی خیلی واضحه. من خیلی وقت تو رو فالو میکنم، وقتی که عکس میذاره تو اینستاگرامش و اینا میبینم که مرجان با اینم دوسته، با اونم دوسته، با اینم کار کرد، فلانی هم میشناسه. این برای من یعنی خیلی ملموسه. وقتی که گفتی روانشناسی خوندی، ارتباطی که با خودم ایجاد کردم که آها پس همینه، تو ذهنم اینو خیلی موثره. آره شاید میتونم بگم اقباله توی این قسمت خوب کار کرده که اولا دوستان بسیار خوبی توی این حوزه دارم و عموماً دوستان حرفه‌ای هم مثل شما. و اینکه و نکته دوم این که اعتماد به من دارن، یعنی این اعتماده که به من شده و این مسیره رو برای من هموار کرده و منو هل داده که هر روز بهتر و بهتر و بهتر. نمیدونم، از نظر خودم فکر میکنم با یه فلش بکی که به گذشته میزنم فکر میکنم بهتر و بهتر دارم عمل میکنم. حضور این آدم ها و این کانکشن ها بوده برای من و خیلی هم بابتش خوشحالم. یه چیزی هم که هست گفتی که وقتی که تدریس میکردی، البته هنوزم تدریس میکنی، آدم ها اول از استایلت خوششون میومده. اینم بگم که امروز مرجان داشته تو آسانسور میومده، 2-3 نفر بهش گفتن داری کدوم طبقه میدی، شما کجا اومدین و اینا، کفشات چقدر بالا. آره خیلی خیلی این اتفاق خیلی تو طول روز برام میفته. و اینکه یه دوستی دارم بهم میگن که تو عاشق توجهی. میگم واقعا من عاشق توجه نمیتونم بگم هستم یا نیستم، ولی احساس خوبی داره وقتی شما رو تحسین میکنن بابت اون چیزی که صبح مثلا 5 صبح من بیدار میشم و 5 صبح فکر میکنم که امروز من قراره که اینو با هم بپوشم و یه چیزی بپوشم که جذابیت بصری هم برای خودم داشته باشه هم برای اطرافیانم. آفرین. من حس میکنم که خیلی بابام همیشه یه حرف خیلی بامزه‌ای میزد. بابام حالا یه خاطره است از بچگی من همیشه تو ذهنم مونده، به خاطر اینکه همیشه خیلی آراسته و خیلی به خودش میرسه و همیشه مرتب و اتکلون زده و اینا. مشخصه دیگه. بعد خیلی بامزه بود که مثلا میدیدی 5 صبح آماده شده، کت شلوار و مرتب و اتو کشیده، خیلی هم اتوهای دقیقی میزد و مامانم میگفتش که بابا مثلا میری 100 تا کارگر الان قراره تو رو ببرن. میگفت اتفاقا میرم اونا باید لذت ببرن از اینکه بوی عطر منو متوجه میشن و این استایل منو میبینن. و میخوام بهت بگم واقعا همینه، انگاری که من خودم هم همین شکلی هم اینجوری هم که احساس مسئولیت دارم، هم نسبت به حالا به خودم چون بالاخره فشن تهش اول و آخر چیزی غیر از دیده شدن نیست. دقیقاً. اصلا چرا انقدر نمیدونم مواجهه با این مسئله برامون سخته که بگیم اوکی نیاز به دیده شدن باشه، اوکی میتونیم آره این لیبل رو روش بذاریم، آره اوکی باشه نیاز به دیده شدن. اصلا آخه فشن چیزی غیر از دیده شدن نیست. مگه چیزی غیر از این هست؟ مگه صداه، مگه بوه؟ چیزی نیست. بنابراین میخوام بهت بگم که دقیقاً این چیزی که داری میگه رو خیلی باش همزاد پنداری میکنم و متوجهش میشم.
خوشحالم. مرجان قربونت. به عنوان سوال دوم، الان یه کوچولو رفتیم تو بحث روانشناسی و حالا ارتباط با کلاینت از هر نوعش، چه توی حالا پرسونال استایلینگ، چه توی پروژه ها و همه این موارد. میخوام یکم از این که چه اتفاقی توی پروسه استایلینگ میفته برامون بگی و یه ذره از تجربت این که اصلا تو چه فرایندی قرار میگیری، معمولا این چه شکلی توی ایران اتفاق میفته. یکم از اون برامون بگی و این که چقدر این روانشناسی میتونه توش تاثیر داشته باشه. آره، از سوال دومت میام به خاطر اینکه این روانشناسی خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه که شما اولا مخاطب اون برند رو بشناسی و ببینی که روانشناسی برند در حقیقت چیه و چطور میخواد پرزنت بشه. این نکته اولش. نکته دوم، اونر برند چه پالسایی داره، شما چه رگ خوابایی از اون آدم رو باید بگیری. به نظرم این خیلی مهمه که همسو و همگام تو بشه، چون نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه هنوز این حرفه در ایران یه ذره نوظهوره، یه ذره ناشناخته است. خیلی از برندها صلاح این رو حتی نمیبینن که ستایلیست در کنارشون قرار بگیره. ما حتی هنرمندای خیلی چی میگن استابلیشدمون، خیلی پر کار حرفه‌ای A کلاسمون حاضر نیستن استایلیست داشته باشن، چون انگار که یک نمیخوام قور بزنم، دغدغه است دارم مطرح میکنم، انگار که این ایگوه در درونشون وجود داره، چون من در کلاس A هستم پس من نیازی به استایلیست ندارم. گاهن مثلا من آدمی که خیلی دوستش دارم، صداش هم خیلی دوست دارم، یه چیزایی میپوشه که میخوام جامه دران محل رو ترک کنم و بگم عزیز این چیه پوشیدی، ولی خب دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، کاری نمیتونیم بکنیم، عزیز صلاح دیده اونو بپوشه. بنابراین اینو توی پرانتز گفتم که دونستن روانشناسی باعث میشه این ایگوه شاید به عنوان طراح یا اونر برند یه ذره کمتر بشه و احساس همزاد پنداریه که من تلاش شما رو سالهاست دارم میبینم، مخاطبتون رو میشناسم، من میدونم شما میخواین چی رو پرزنت بکنین. این مسیر رو خیلی میتونه ببره جلو. ولی از لحاظ اون استپ های استایلینگ تقریبا اگر بخوام از دید خودم بگم ما 6 تا استپ داریم. استپ اولیش اینه که شما بیاین تحلیل بکنین اون پلتفرم رو، یعنی ببینید آیا دارید برای یک برندینگ استایل میکنید، دارین برای یه برندینگ، منظورم اینه که لزوماً لباس پوینت نیست، داره یه مواد غذایی تبلیغ میشه یا مثلا داره وسایل خونه تبلیغ میشه، خانوم و آقا و بچه خانواده قراره که استایل بشن اون تو. خب برامون خیلی مهمه که اینا قراره چی بپوشن. پلتفرم پس نقش اولو داره که اصلا ببینیم تارگت چیه. قسمت دوم استایل اینه که به مخاطب توجه بکنیم، یعنی ببینیم مخاطب این برنده و مخاطب این در حقیقت پلتفرمه که در مرحله اول در موردش حرف زدیم کیان. به نظرم این ستون فقرات این مرحله است، یعنی شما بدونید که با کیا طرفین، مخاطب این برند چقدر هزینه میکنه برای این برند، چی دوست داره از این برند ببینه، چه تصاویری، چه لباسی توی بدن این آدم ها میتونه برای مخاطب این برند جذاب باشه. تو قسمت بعدی یعنی قسمت سوم شما میان مود بورد رو بر اساس این دوتا میچینین. خب مود بورد چیدن خودش به نظر من یه استعداد خوبی میخواد که بتونید بر اساس فضا، بر اساس نور، بر اساس طرح، مدل ها و همه اینا بتونین مود بوردتون رو بچینین. بعد از اون میاین اکسسواراتون رو انتخاب میکنین که چه چیزهایی اضافه بشود، چه چیزهایی کم بشود. برسیم به مرحله فیتینگ که خب اصلا کلا این مرحله ناشناخته و بی‌معنیه در فضای ستایل و شوتینگ. یعنی کلا مدل میاد روز شوتینگ، شما به عنوان استایلیست هم میری همون روز یا علی مدد حالا قبلش یه سری لباس هم برداشتی، اونا رو هم یا بخت و یا اقبال میبری ببینی به مدل آیا میخورد یا نمیخورد. مثلا من چندی پیش با یه پروژه‌ای داشتم همکاری میکردم، مدل انورکسیک بود
متاسفانه که برای من عجیب بود که اصلا این آدم برای چی باید بیاید و جلوی دوربین قرار بگیره. هر آنچه که لباس ما برداشته بودیم که کوچکترین سایز مثلا دیگه 34 بود، ما بعد میرفتیم لباس کودک برای عزیز تهیه میکردیم، چون دیگه هیچی اندازش نبود. 799 تا سنجاق قفلی بعد میرفت به پشت و آستین و یقه، اصلا گریه این زار میزد لباس به تن. بنابراین ما اون روز اینو متوجه شدیم. و چطوری متوجه شدیم؟ با این مدل به صورت آنلاین هماهنگ کرده بودن و نمیدونستن که این مدل توی این فاصله انقدر وزن کم کرده. یعنی شما دیگه این فاجعه، از این بیشتر ما فاجعه نداریم. بنابراین فیتینگ به نظرم خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه که حداقل 1 هفته قبل و شاید هم حالا 1 هفته تو ایران یه ذره بی‌معنیه، 3 روز قبل هماهنگ بشه و مدل لباس ها رو بپوشه، ببینیم اندازه هست نیست، میاد بهش نمیاد بهش. اینم خیلی مسئله مهمی. و تو مرحله بعدی میرسیم به مرحله اجرا در صحنه که خب خود اون من فکر میکنم خیلی پرقصه است، یعنی قصه پرقصه است. از اصطلاحات جذاب مرجان داریم بهره مند میشیم. پرقصه است واقعا، به خاطر اینکه شما توی اون روز باید از همون روانشناسی که در موردش حرف زدیم باید خیلی استفاده بکنی. باید همه چی رو هندل بکنی و نشون بدی که خب کاملا با بدن مدل آشنایی داری، طراح یا اونر برند رو متقاعد بکنی که این مودبوردی که چیدی، این استایلایی که چیدی خوبه، گاهن موافق نیستن، بر نمیتابن. مثلا میگن نه من میخوام این آدمه بیشتر، این طرح من بیشتر نشون داده بشه. شما میگی نه عزیز مثلا این طرح شما اینجا الان خوب نیست با این. اون میگه نه من میخوام این با این بره، خال خال پشمی مثلا با نمیدونم مثلا 4 خونه. حالا اینا واقعا با هم خوب میشن، من دارم همینجوری میگم مزاح میکنم. ولی بعد متقاعدشون بکنی مسیر سختی رو داری، مدل ها خسته میشن، شاید باید 20 تا 30 تا ست لباس رو توی اون روز بپوشن و کار سختیه. و در نهایت هم که خروجیشه دیگه، صبر کردن و گرفتن خروجیه هم خیلی یه ذره تاباوری آدم رو کم میکنه. یعنی شما میخوای ببینی بابا بالاخره چی شد، این چیزایی که نشستی فکر کردی گفتی این آدم اینو بپوشه، این مدله که حالا چشاش سبز، موهاش بوره، قدش بلندتره، این سه تا براش چیدی، یا اونی که قدش متوسط تره، درشتره، اینا رو چیدی براش و خواستی یه پیامی داشته باشی توی همه این استایلا، دلت میخواد اون میوه رو زودتر دریافت بکنی. صبرمون زیاد، یعنی صبر زیادی لازم داره. منم خیلی آدم صبوری نیستم. ببین من واقعا تو این مرحله اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، من اصلا میگم از اینکه یک چیزی رو بیایم عنوان کنیم و راجبش حرف بزنیم اسمش قره، اوکی، میخوام یک بار برای همیشه به عنوان کسی که 7-8 سال 9 ساله که دارم تو این حوزه کار میکنم، آره ببین واقعا برام قر میاد مرجان. ببین الان چیزی که تو داری میگی راجب فیتینگ بوده، پروژه‌ای که من رفتم سر پروژه با مدل، روزی که من ارتباط گرفتم و حرف زدم سایزش رو به من گفته. اولا که مدل وقتی سایز دور کمر، دور باسن، دور شونه اینا میفرسته، ببین نمیدونم شاید به عنوان استایلیست وظیفه من باشه، ولی من خیاط نیستم که چشمم بتونه تصویر سازی بکنه یا الگو من بلد نیستم بکشم که من بدونم دقیقاً الان این چقدر سایزه. درسته. من یه سایز کلی ازش میپرسم. نهایت جاهایی که برای لباس‌های خیلی خاص اندازش خیلی برام مهم باشه رو مثلا لباس‌های شب دقیقاً میپرسم، دور سینه، دور باسن. ولی مسئله اینجاست که مدل به من گفته سایزم 34 و مثلا 6 سال پیش با من مدل کار کرده که من اصلا یادم نبوده که با این مدل کار کردم و اومده پروژه، اون منو شناخته، هنوز من نشناختم و هی آدرس که داده فهمیدم که داستان چیه. و به قول تو سر پروژه 1000 تا سنجاق زدیم و اندازش نبوده و خیلی بامزه است اینجا که کارفرما به من میگه که چرا این انقدر لاغره و من این شکلی هم که اوکی خب فیتینگ بذاریم، فیتینگ برای همینه.
واقعا. و اینجوری هم اوکی فیتینگ بذارین، چرا قرش رو سر من میزنین وقتی که همچین واقعا همچین دیدگاهی وجود نداره که آقا یه فیتینگ دی میتونه وجود داشته باشه. اصلا شوتینگ تست بذاریم ما واقعا که تو اون شوتینگ تسته ما بتونیم در حقیقت فیتینگ هم داشته باشیم، مدل یه ذره با فضا آشنا بشه، اکتاشو بفهمه، یه ذره اصلا وایب لباسا رو بگیره و همه اینا. فقط من که فقط تجربه فیتینگ دی رو در حقیقت توی 2 تا پروژه ادیتوریالی که اونم خودمون منیج کرده بودیم و پلن کرده بودیم داشتم. بقیه پروژه‌های کامرشیال اصلا انگار براشون نمیصرفه. اصلا زمانی نیست. یارو خودش میاد منو 3 روز قبل پروژه آفیش میکنه. بعد من چقدر وقت دارم با مدل مثلا سر و کله بزنیم فیتینگ بذارم؟ اصلا ممکنه همچین چیزی؟ من فکر میکنم که یه دلیلش اینه که یعنی دلیل اصلیش اینه که کارفرما یا برند در واقع میخواد مدیریت بودجه بکنه و مدیریت زمان بکنه، برای همین حاضر نیستن که وقت بذارن و نهایتاً کاسه کوزه ها سر عکاس و استایلیست. ببین نگاه کن، آخه مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که قاعدتاً اولا که به نظر من پروژه باید یه پراجکت منیجر، یه نمیدونم آرت دایرکتوری باید یا کریتیو دایرکتوری باید داشته باشه که معمولا حالا آرت و مثلا کریتیو دایرکتور یه نفر میشن. وقتی که یک نفری که اصولا این کار رو بلده و داره اون کستینگه داره اتفاق میفته، حداقل انتظار من اینه که وقتی که این 2 نفر آدم سر پروژه روزی که من میرم با اینو مواجه میشم، خب میدونن که باید مثلا فیتینگ داشته باشه مدل و همه چی تو تن مدل قبلا یک بار اندازه گیری شده باشه. من از کارفرمای پروژه و اونرهای برند خیلی انتظاری ندارم، گرچه که به نظر من این یه چیزیه که اصلا فرهنگش تو ایران وجود نداره. به قول یعنی همون حرفی که اول مرجان زد، اصلا آدمه حتی این دیدگاه رو نداره. یعنی تا چند سال پیش اینجوری بودن که مثلا تو چی کار میکنی اینجا، ما خودمون بلدیم لباسا رو. مخصوصا حالا ببین نگاه کن، میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینجاست که باز برای برندهای لباس شاید تو بگی که مثلا طراح اون لباسی که برندهای خیلی کوچیک و اسمال، مثلا اونر یا طراح اون لباس میاد سر پروژه برای اینکه بهتر میدونه که چیزی که دیزاین کرده یه استوری پشتشه، میخواد این با این میکس و مچ بشه فلان. اونجا هم استایلیست خیلی نیازه. ولی دیگه برندی که داره تبلیغ مبل میکنه، آخه تو چی میدونی از استایل کردن؟ یه چیز فاجعه‌ای که این وسط وجود داره که من فکر میکنم باید اصلا منشن بشه. من یه تجربه همچین چیزی رو داشتم برای دقیقاً یه برند وسایل برقی که خیلی هم معروف. 1 هفته قبل به من زنگ زدن، گفتن 1 هفته، گفتن که هفته آینده ما 3 روز فیلم برداری داریم و اینکه لباسا رو هم خودتون تهیه کنی. خب اوکی، لباسا رو خودتون تهیه بکنین. تو همه جای دنیا یه باجتی به استایلیست داده میشه که میری لباسا رو تهیه می‌کنی، ولی اینجا شما باید با کردیت خودت، من با همون کانکشن و همون دوستا بعد زنگ بزنم الو مثلا فلانی، سلام مثلا حسن، سلام تقی، به من این چیزا رو بدیم برای این چند روز و به کردیت من آنها لطف بکنن و کاراشون رو بدن، مدل تنش بکنه. خیلی مسائل مهمیه. ما با یه مدلی کار کردیم که لباسایی که من برای 1 روز قرض از طراح گرفته بودم بوی عرق وحشتناکی به خودشون گرفته بود و بعد به اون آدمایی که صاحب برند بودن میگفتم حالا آویزون میکنید دم پنجرتون بوش میره دیگه. کار رو بعد بدی خوششویی و آره، کار به اینجا رسید که میکاپ آرتیست دستمال مرطوب آورد به مدل گفت میشه تمام تنتو تمیز بکن. میدونی مسئله 1-2 تا نیست، مسئله اینجاست. میخواستم به این برسم، اون سفر برند، اون مسیر برند درست طی نمیشه که ما این فقدان ها رو تجربه میکنیم. میدونین یعنی سفر برند توش فیتینگ داره، سفر برند توش آنالیز داره، سفر برند توش استایلیست داره. سفر برند یه شبه بلند نمیشه بگه من میخوام سکچ بزنم بعد فردا صبحم شوتینگ داشته باشم، عکاسم هم خفن ترین عکاس شهر بیاد
این سفره رو ما طی نمی‌کنیم. ما این دفترچه‌ای نداریم بگیم ما از صفر شروع می‌کنیم میرسیم به آنجا، این مراحل رو هم استیجا رو یک به یک درست انجام میدیم. البته فکر می‌کنم هممون متاسفانه خودم هم شاملشم سفره رو توی هیچ چیزی حاضر نیستیم طی بکنیم و این خیلی عجله داریم. آره عجله داریم و این خیلی میتونه رو پروژه اثر داشته باشه دیگه. خیلی دقیقاً. ببین من دقیقاً همین چیزی که میگی واقعاً چالش خیلی بزرگیه. ما حتی توی تدریس هامون هم یعنی توی کورس هایی که توی ایران داره برگزار میشه آدمای خوبی هم دارن بالاخره، یعنی حد توانشون دارن اون چیزی که بلدن رو آره دلیور میکنن. ولی من خودم الان چالشایی که داریم من و تو راجبش و سفدا حرف میزنیم، چالشایی که باهاش مواجه شدیم، درسش رو گرفتیم و بر اساس یک چیزی که الان میدونیم، من داشتم به بچهای یعنی یه تیم شدیم دیگه الان واسه استایل کردن، داشتم بهشون میگفتم که من دیگه کانترکت میفرستم واسه کارفرما، کریتیو دایرکتور. اصلا به من ربطی نداره، من یک چیزهایی رو مینویسم، یادآوری هم خواهم کرد. پروتکل های توئه. چون واقعا من نمیتونم برم مواجه شم، یعنی برم سر پروژه و تازه با این مواجه شم که میکاپ آرتیست هی بیاد به من بگه که اینو عوض کن، این اون نباشه، گوشواره اونو بنداز. آقا مگه من میام براش تو رو بگیرم اینو انگولکش کنم؟ مگه من عکاس میام دوربین تو رو بگیرم بگم مثلا زومتو انقدر ببر؟ آقا کاری نداشته باشین. اگر من استایلیستم، من تاچ پوینت های خودم رو دارم، خودم میدونم دارم چی کار میکنم، فکر کردم روش. و نسین آخه این دقیقاً اینه که آدم ها نمیخوان اون سفره رو طی بکنن، نه که نخوان، نمیدونن که این سفره وجود داره به عنوان هر پوزیشنی که توی اون صحنه هستند. عکاس، من استایلیست، میکاپ آرتیست، برند اونر، هر آن کسی که هست. ولی من باور دارم که میدونین Rome wasn't built in a day و شما باید دود چراغ بخوری، باید تجربه رو کسب بکنی و باید اون مسیر رو طی بکنی تا اون میوه رو بتونی برداشت کنی. این یه ذره که نه خیلی چالش برانگیزه توی کار ما، خیلی زیاد. میخوام براتون یه آیا میدانستید بگم دوستان، ببینم که میدونین یا نه. بچه‌ها طبق یه تحقیقاتی توی منبعی خوندم که الان اسمشو میگم، Iranian Consumer Behavior Study، گفتن که آیا میدانستید طبق یک تحقیق ایرانی ها جزو معدود آدمانی هستن روی کره زمین که استایلیست ندارن نه، که بیشتر از ترندا از قضاوت شدن میترسن. آره خب آره اصلا معلومه. یعنی من فکر می‌کنم اون قضاوت شدنه باعث میشه که آدما اون جسارت پوشیدن رو نداشته باشن دیگه. واقعیت من از قضاوت شدن هم که نمیترسم، انقدر مسخره‌ام میکنم. آره آفرین. آره انقدر با نگاه متعجب تو رو دنبال میکنن. آره میدونم. یه کاری میکنن بترسی به مرور زمان. آره. تبعاتش چیه مرجان و به نظرت چرا این اتفاق میفته؟ که برامون میگی؟ ببین راستشو بخوای خیلی به نظرم ریشه تو لایه‌های فرهنگی ما داره، میدونین؟ یعنی اگه بخوایم این رترو بخوایم به گذشته نگاه بکنیم، من فکر میکنم از زمانی که سفر کردن به فرنگ، از زمان قاجار. اینو ببخشید یه دقیقه، این واژه‌های مرجانه ها، خارج و اینا رو میگه فرنگ. آره خارج یعنی چه؟ خارج از اینجا نمیشه. خارج کجاست؟ خارج جاست. ولی آره واقعا از زمانی که میرن فرنگ، تازه این موضوع دستشون میاد که خب لباس پوشیدن بیشتر از اون چیزیه که ما داریم در دربار و در کوچه و خیابان میبینیم. خب یاد میگیرن، یه سری چیزا رو برمیدارن، خوششون میاد و میان اعمال میکنن. حالا همینجوری که میایم جلوتر فکر میکنم وقتی نگاه بکنید تو دوران پهلوی این قصه یه ذره پررنگتر و شکوفاتر میشه. به هر حال با وجود هنرمندان و آدم‌های بسیار بزرگی مثل کیوان خسروانی که خب خیلی اثر بخش بوده توی این هیته، مردم نگاهشون به لباس پوشیدن کاملا تغییر میکنه. ولی این همونجا میمونه فکر میکنم و باز بر اساس این تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آدم ها دیگه اون پشن نسبت به رنگ
لباس‌های متنوع پوشیدن رو ناخودآگاه نه که از دست بدن، شرایط اینطور ایجاب می‌کرده که آدم‌ها این شکلی لباس بپوشن. یعنی اگر گذر زمان رو نگاه بکنیم فکر می‌کنم جسارت با سفر کردن آغاز شده، بعد یه جا به اوجش رسیده و دوباره خاموش شده. الانا فکر میکنم اتفاق بهتری داره با وجود فضای مجازی میفته. یعنی این فضای مجازی تا یه حدودی ها، نه خیلی زیاد، خیلی میتونه به این چشمه کمک بکنه، به این تجربه بصریه کمک بکنه که شما ببینید که میتونی سر تا پا اصلا مشکی بپوشی، ولی مشکی پوشیدنه لزوما از سر استیصال نیست. آفرین، دقیقاً. میدونی، یعنی آپشن داری. خیلی میتونه استایلیش باشه اتفاقاً. خیلی خیلی شما تو خیابونا توی اروپا که راه میرین، تو هر جا، تو متروی، هر جا، جاهایی که همه هستن، من در مورد جاهای همگانی حرف میزنم. آره انتظار میره شما مثلا برین توی ایونت فشن در جهان که خب همه میدونید فشنبلن، آره، و ستایلیشن در حقیقت، ولی تو خیابونا که را میرین همه خوش تیپن. یعنی تیپا با هر آن چیزی که داشته تونسته خودشو خوب درست بکنه بیاد بیرون، نه اثر استیصال. واسه همین فکر میکنم الانا اوضاع بهتر شده، ولی با ترنده خوشحال نیستم دیگه. یعنی اینکه فضای مجازی ترند رو میکنه توی مغز آدما و همه باید شبیه هم باشند. یهو نگاه میکنی میبینی مثلا همه آدم ها یک مدل کت میپوشن، همه آدم ها یک مدل شلوار میپوشن، همه یک مدل کفش میپوشن. اینم باز از سر اون به نظر من نداشتن جسارت میاد. یعنی ترنده میاد در حقیقت یه لایه، انگار که یه ونیره، یه لایه میذاره روی اون ترسه، حل نشده باز. ببین به خاطر ترس از قضاوت است به نظر من کارو راحت میکنه دیگه. یعنی هم تو فشنبل هستی ولی لزوما قضاوت هم نمیشی. آره. باز یعنی من توش ترس و عدم اعتماد به نفس و اینا رو میبینم. آره دقیقاً همونه. یعنی باز برگردیم به روم، میگه ببین روم دو از رومنز دو دیگه، همون کاری رو بکن که بقیه دارن میکنن، چون اگه تو اون کار رو نکنی، دقیقاً چیزی که نسرین گفت، آدم ها با تعجب نگات میکنن، پچ میکنن، قضاوتت میکنن، با انگشت نشونت میدن، بعد میگن ای آقا تو همونی هستی که دنبال توجه بودی، میدونی attention seeker، خوشت میاد و 1000 تا لیبل بهت میخوره. واسه همین ترند رو خیلی باهاش خوشحال نیستم. ضمن اینکه به نظر من هر لیبلی میخوره لیبل رو بغل کنی. آره واقعا. آره تهش اینه که بغلش کنی. ببین من خیلی جالب بود این واژه و این جمله‌ای که دارم بهتون میگم، جمله‌ای که ببین انقدر زیاد شنیدم که دیگه حفظم خودم. عموما و اصولا به خود من 1000 بار شده من رو دیدن و گفتن که کت آقا بزرگتو پوشیدی، کت باباتو پوشیدی. یعنی چون همه لباسای من حداقل 3 سایز 4 سایز از خودم بزرگتره و اوورسایزه و شونه های انقدی داره. این همیشه، یعنی اصلا تا هم میگن اینجوری هم که دقیقاً کت بابا بزرگمه من پدر بزرگم، شما برید پدر بزرگاتون بگید. دقیقاً خیلی و خیلی بامزه است که و میبینم اون آدما دارن منو فالو میکنن و بسیار خوششون میاد. یعنی و اینجوریه که ببین فقط این به تو میاد، به ما نمیاد. مثلا ما اینو بپوشیم خیلی زشت میشیم، ولی به تو خیلی میاد. من و دوست خیلی صمیمی و قدیمیم با هم یک برندی رو 10 سال پیش داشتیم، توی ایونت های مختلف شرکت میکردیم اون زمان. بعد وقتی ایونت ها رو میرفتیم، تمام طراحا که دوستای خیلی خوبم هم هستن همشون، اون زمان فقط مشکی و توسی استفاده میکردن برای کاراشون. ما اومده بودیم با سیکوین و پارچه های مثلا گلدار عجیب غریب بامبر جکت درست کرده بودیم. این چیزی که دارم میگم مال 10 سال پیشه، الان ممکنه داریم میبینیم. همه میومدن توی ایونت ها و بهمون میگفتن خیلی کاراتون قشنگه ولی به درد خودتون میخوره. ولی این دیوونه بازی‌ها به درد خودتون جفتی میخوره، این که به ما نمیاد. و همون آدما همون مبلغی که ما گذاشته بودیم اون زمان، مثلا دارم بهتون میگم
اگه ذهنم یاری بده مثلا 4 میلیون تومان یا 3 میلیون تومان اون کارو، میرفتن یه کار مشکی ساده میخریدن با همون قیمت میپوشیدن بدون هیچ ریسک و زحمتی. بعد ما خب سعی میکردیم که اون احساس و ذوق و شوقمون رو نگه داریم برای اینکه همونا رو درست بکنیم. ولی وقتی مارکت رو میدیدی خب یکی من تنمه، یکی دوستم، کسی نمیخره در کسی واقع. نمیخره و اونایی که دارن خیلی کانزرواتیو پیش میرن جلو بسیار موفقن. و همون آدمای کانزرواتیو الان اومدن رفتن سراغ پارچه‌های فلورال، پارچه‌هایی که پترن داره و همه اینا. خوشحالم خیلی بابتش که اون ریسک رفته کنار، ولی دوباره تاکید میکنم ترندو بر نمیتابم. میدونین الان خیلی خوشحالم که طراحای عزیز رو آوردن به اینکه بخوان از پترن و رنگ و فابریک‌های مختلف استفاده بکنن، ولی همچنان این جانب ترند رو بر نمیتابم. آره خیلی واسم سخته. میتونم بپذیرم که با یه چیزایی میکس و مچ بشود، ولی اینکه ذاتشو که همه دنبال روی یه چیزی بشن و بشن سلیو اون، مخصوصا سلیو فست فشن و این فست فشن رو چرخشو هی روغن کاری کردن و جلو بردن، برام یه ذره سخته. یعنی اگر آدما بدونن پس این فست فشنه چقدر اجحاف در حق اون کسایی که دارن تولید میکنن، اون کسایی که دستشون تو کاره وجود داره، شاید یه جایی استفاده از این برندهای فست فشن رو بذارن کنار. من به شخصه خیلی ترجیح میدم که از برندهای ایرانی چه تو تهران باشن چه نباشن استفاده بکنم، با اونا خوشحال ترم تا اینکه بخوام یه چیز همه گیر همه پوش همه بپوشنش. مثلا یه مهمونی ما برای یه خواننده خیلی معروفی داشتیم لباس طراحی میکردیم. ببخشید من هی طولانی میکنم حرفو. نه ادامه بده. ایشون کنسرت داشتن و قرار بود 3-4 تا کار براشون طراحی بکنیم و براشون بفرستیم. فکر میکنم دوران کرونا بود. به ما گفتش که اگر که نرسه تهش اینه که من میرم زارا خرید میکنم. این دیگه فاجعه است. ناراحتم فکر کنم شدین واقعا. من اینجوری بودم اصلا اینجوری بودم که خب این شما در اروپا داری زندگی میکنی و انقدر برندای نونیم لوکال پایداره، اصلا ما اصلا تو ایران نمیشناسیمشون. خب وجود داره. تو میری زار، خب تویی که خواننده ای و اینو تنت میکنی و میری روی سن 799 نفر اون روبروت هم ممکنه همون تنشون باشه چون دوچار اون فست فشن، ولی برای اون عزیز اصلا فرقی نمیکرد. اصلا مسئله نیست براش. آره گفت نرسیدم میرم زارا. آره نرسیدم میرم زارا. من جای تو بودم برو زارا. حیف که ما چی میگن شروع کرده آب و عرق و خون بابتش داده بودیم. یعنی پدرمون در اومده بود تو دوران کرونا برو پارچه بگیر سایز عزیز، حالا این میخوره نمیخوره، عزیز داره سایز کم میکنه میدونی میخواد بگه من لاغرم. آره میخواد بگه من لاغرم. این خیلی مسئله بزرگی بود. ببین الان گفتی که رفتی خودت سراغ ساستینبیلیتی و من دوست دارم که همینجا اصلا بریم یه ذره وارد این فضای بشیم که اول یه کوچولو برامون از پایداری بگو به نظرم، و اینکه چقدر تو کار خودت این جریانه رو بالاخره داری وارد میکنی، چقدر اصلا خودت الان تو استایل خودت چقدر داری مد پایدار رو در حقیقت رعایت میکنی. به نظرم این ترم پایداری یا حالا سستینبیلیتی بازم یه ترم جدیدیه که در اینجا اومده. خیلی هم خوشحالم که آدم ها دارن در موردش اون آگاهی لازم رو کسب میکنن، میخونن، پیگیرشن. فکر میکنم پایداری اگر بخوام به خیلی ساده در موردش بگم اینه که شما کمترین آسیب رو به محیط زیستت بزنی و از آن چیزی که داری استفاده میکنی به صورت پایدار اونو بتونی به نحو احسن توی همه روزمرت داشته باشی. حالا لزوما لباس نخواهد بود، میتواند معماری باشد، میتواند هر چیزی باشه، میتونه یعنی
توی این خلاصه نمیشه، توی هر صنعتی میتونه وجود داشته باشه، ولی کن به نظرم بولدترین مفهوم آسیب نزدن به محیطی که داریم توش زندگی میکنیم که ما انسان‌ها استادیم توش تا به امروز. یعنی شما لندفیلای لباس رو که نگاه بکنید میبینید که ما سالانه چقدر داریم لباس ترند میخریم و بعد از 2-3 بار پوشیدن چون اینا کوالیتی ندارن دور انداخته میشن و خب این چرخه داره همینجوری بهش پول میرسه از طرفی و از طرفی به طبیعت داره آسیب زده میشه. خب یه چیزی رو باید بگم که بعدن که خانواده و دوستان این پادکست و این تصویر رو قرار ببینن میگن ای دروغگو تو خودت تولید کننده اون لندفیله. ولی نه، واقعا بخوام خیلی منطقی بهش نگاه بکنم، من چیزی که در طول سال خیلی میخرم و خیلی دارم کفشه، به خاطر چند دلیل. یکی این که بله من یک معتاد هستم به کفش. آره واقعا. و نکته دوم این که ما متاسفانه برند خیلی با تنوع زیاد کفش در ایران نداریم. هستند 2 یا 3 تا برندی که من دنبالشون میکنم و گاهن کاراشون رو دوست دارم، ولی خب دستم بسته است برای اینکه بخوام خیلی انتخاب بکنم کفش. برای همین میرم مثل یه ومپایر شاپر شبها چیزهای عجیب رو نگاه میکنم و چیزهای عجیبی که دلم میخواد رو اگر که با جیبم همخونی داشته باشه در طول سال خیلی میخرم. ولی برای لباس سعی میکنم که برندهای ایرانی رو ساپورت بکنم، چون که فکر میکنم هم خیلی قشنگترن، هم این که میتونم توشون از اون سستینبیلیتی اسم بیارم که من اون پروداکت رو مثلا 7 ساله دارم ازش استفاده میکنم. خب میتونم بگم که بچه‌های ایرانی و طراحا خیلی هاشون دارن خیلی جدی به بحث سستینبیلیتی میپردازن. 2 تا از دوستای بسیار خوبم، ستاره و سپیده که برند ستیپی رو دارن، واقعا دارن روی این مسئله مانور میدن و فوکس میکنن. در حقیقت دارن با تیوب تایر اکسسوریز درست میکنن، از جمله مخصوصا کیف و مشتقاتش. کیفی که امروز خودت هم آوردی همونه نه؟ خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. بذارم اینجا اصلا کیف رو همونجور که میبینید، همونجور که البته میدونین من یه مدتی دارم با برند میرمولا فعالیت میکنم که باعث افتخارم هم هست خیلی زیاد. برند میرمولا با ستیپی یک کلابوریشنی داشته که هر دوی اینا در حقیقت فوکسشون روی سستینبیلیتیه. هم فرش که دست بافته، رنگ ها طبیعیه، و هم تیوب تایری که ما داریم میبینیم. از این میشه بارها و بارها و بارها استفاده کرد و خب یه چیز یونیکه که دستتون میگیرین، دست همه هم نیست که الان مثلا واقعا نمیخوام این شکلی شعارگونه حرف بزنم که مثلا بله برکین مثلا دست یه عده‌ای هست همه الان به دنبال برکینن، الان همه به دنبال گویقن که همه گویق دستشون بگیرن. چون میگم باز اون ترند رو دوست ندارم، فکر میکنم سپورت کردن آرت و دیزاین و سستینبیلیتی میتونه به استایل شما، استایل شخصی شما خیلی کمک بکنه و حرف دارین برای گفتن. یعنی آدما ازتون بپرسن شما یه قصه دارید براشون توضیح بدید تا اینکه بزولین به یه گوشه، یعنی این زلشه ادامه. آره یعنی بزولیدن. خب علاوه بر فرانسوی و انگلیسی یک انگار واژه‌ای دیگه کلمه سازی میکنه. آره این که بزولی به یه گوشه و مثلا اون کاری که همه دارن میکنن زول بزنی کلمه ایجاد میکنه. بزول امری زوله. آره بزولی مثلا به اون قصه چون کاری که همه دارن میکنن رو تو دست جذابیت داره، خیلی قشنگه ها. شاید من هم مثلا دوست توی اون پیسا چیزی دوست داشته باشم ولی اون پیس از اون برند ها مشخصا پیسی نیست که همه دارن. ولی این داستانی که پشت چیزی که دستم میگیرم هست خیلی برام مهمه. مثلا الان یه بروچی دارم، بذارید از قصه کیف بیام این طرف. فقط من دوست داشتم اینم بگم حمایت کردن و خرید کردن از طراحای لوکال یکی از پایدارترین کارهاییه که ما میتونیم انجام بدیم. پایدارترین و کمترین واقعا
کمکیه که ما میتونیم بکنیم دقیقا. به حیات اون بیزینس. میدونین توی قصه فشن، چون حالا اگه من بخوام یه ذره دیپ تر برم، به نظرم فشن فقط لباس نیست، فشن چندین لایه است، فشن تو دل خودش 1000 تا قصه داره. لزوما به لباس نمیچسبم. توی فیلدی که الان دارم باش همکاری میکنم، یعنی با برند میرمولا، این رو هم میبینم که آدم ها براشون خیلی هنوز فرقی نمیکنه که دارن فرش دست بافت میخرن، یک کارآفرینی در پس اینه، رنگ‌های طبیعیه، آرت پسشه. واقعا فرقی نمیکنه. ببین به نظرم این شکلیه که آره این خیلی مسئله عجیبیه. آره دیگه، مثل همون فست فشن است. طرف میره، ببین طرف آرتیست خودش یا داره میخونه، میگه تهش لباستو نرسید، من میرم زارا. میان یک فرش مثلا 10 میلیونی ماشین بافت رنگ مصنوعی که برای پت و برای بچه ضرر داره میخرن که صرفا یه فرش ارزون داشته باشن. اتفاقا هم کسایی هستن که افورد میکنن و میتونن که پولشو بدن، ولی لزومی نمیبینن. تو آدمای دورت هم نگاه کنی، یارو بلک فرایدی که میشه 100 تا پیس از زارا میخره. 100 تا پیس از زارا میک سنس نمیکنه. این همون آدما همین کارو میکنن. فکر کنم واسه نسل بعدی هم میخره. آره واسه نسل بعدی هم میخره، یا مثلا احتکار میکنه، یارو محتکر زاراست. شما مثلا پدر احتکار زارا. آره. ولی مرجان، من یه چیزی هم میخوام بهت بگم. واقعیتشو بخوای، من یک چیز دیگه ای که میخوام اد کنم با عنوان ایدئولوژی خودم به این جریانه اینه که این رفتار پایدارگونه به نظر من، ببین نگاه کن، از قبل از اینکه کالای برسه به دست ما که مسئولیتش با اون برنده است، اینکه اصلا چقدر ساستینبیلیتی رو داره رعایت میکنه یا هر چی. خب ولی من میگم برنده توی هر جایگاهی که باشه، حالا آشغال نه، ولی چه میدونم همین فست فشنایی که خیلی هم اتفاقا فروششون زیاده، از بعد از این که کالا میرسه دست مشتری، به نظر من مخاطب و مشتری هم میتونه رفتارهای پایدارگونه داشته باشه. یعنی چی؟ من خودم اصولا آدمی نیستم که شاید مثلا پول زیادی داشته باشم برای اینکه برم از برندهای پایدار خرید کنم به اون صورت. خب شاید 1-2 تا پیس واقعا داشته باشم، ولی چرا دروغ، میرم از همین برندها خرید میکنم که البته الان خیلی وقت از برندهای ایرانی دارم خرید میکنم، ولی از همین برندهای ایرانی هم که پایدار نیستن خیلیاشون، این مدلی هم که اوکی تو میری یه کالایی رو میخری و در قبال اون مسئولیتی که داری اینه که ازش خوب نگهداری کنی. و واقعا میتونم بهت بگم به جرئت، تو الان بیای کمد منو نگاه کنی و رگال لباسهای من رو، کمتر لباسی میبینی که آسیبی دیده باشه، به خاطر اینکه خیلی خیلی مراقبشونم. و اصولا لباسایی هم که از فست فشن خرید کردم میبینی سال هاست تو کمد لباس من نو و استفاده میشه ها. آره. برای پروژه های مختلف خودم استفاده میکنم. فقط اینه که یه سری اصول دارم برای نگهداریشون که بدونم که لازم ازشون مراقبت کنم. یعنی میخوام بگم میلیون دیگه، یعنی این رفتار تو لایه فرهنگی تو رو داره نشون میده. متاسفانه آن چیزی که میچربد اونیه که من دارم، پول دارم، بیشترم میخرم. درسته. میدونی؟ درسته. ولی این رو جا انداختن. حتی من خیلی از دوستانی که دارن کار میکنن، دوستای عزیزم هم هستن، خیلی هاشون به قول تو اصلا سستینبل نیستن، ولی من پیسی ازشون دارم، دقیقاً حرفی که تو زدی، 8 سال پیش ازشون خریدم، هنوزم دارم میکس و مچش میکنم، هنوزم دارم چیزای مختلف میپوشم. اگه بپوشم خود ممکنه اون طراح یادش نباشه که این پیس رو مثلا 8-9 سال پیش داشته، ولی به نحو احسن سعی میکنم که ازشون استفاده کنم. فکر میکنم این لایه فرهنگ استفاده و لایه فرهنگ پایداره که یعنی از طرف مخاطب میتونه این مسیر رو پیش ببره جلو. دقیقاً. ضمن اینکه باز یکی دیگر رفتارهای به نظر من این پایدارگونه ما اینه که
همون جور که اتفاقا به نظر من شما وقتی توی هر کشوری که میری برندهای لوکال با کیفیت ترن به نسبت، یونیک تره تمام کالاهاشون و من خودم معمولا میرم از برندهای لوکال خرید میکنم تو هر حالا کشوری که برم سفر بکنم. جذابیتش اصلا خیلی بامزه تره و اینجوری شدم. اتفاقا الان که بعد از اون جریان تحریما و اینا یه اتفاق خوبی که افتاد این که دست طراحای ما خیلی بازتر شد، آدما بیشتر کلا برگشتن به خرید کردن از طراحای ایرانی و من یه خوشحالی که واقعا قلباً و دروناً از خودم حداقل دارم اینه که برای خریدهایی که مجبورم به خاطر حوزه فعالیتم که استایل هستش بالاخره پروژه به پروژه من همیشه خرید دارم میکنم و خب خیلی زیاده دیگه، خودت بهتر میدونی یه عالمه پیستی تو هی میری میخری دائما برای پروژه ها و تنها چیزی که خیلی خیلی خوشحالم میکنه اینه که دارم از برندهای ایرانی حمایت میکنم و ببین انقدر بهم میچسبه که واقعا من رفتم از یه برند ایرانی این پیسا رو خریدم و حداقلش اینه که انگار دارم کمک میکنم به سروایو اون. دقیقاً به این کامیونیتیه. دقیقاً همینطوره. میخواستی از بروشت بگی ولی من اومدم وسط حرفت. نه هیچ اشکالی نداره. من فکر میکنم مثلا من یه دوست خیلی خوبی دارم مصطفی اسداللهی که یه جای خیلی بانمکی داره به نام عجیب خانه عشق باز. بعد مصطفی یه کار خیلی بانمکی که کرده، اوردر میده به آرتیستا و به آرتیستا میگه چی میخواد. کانسپتش خیلی کانسپت ایرونیه، تو شاهنامه خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه. مثلا این گل سینه یه دیوه که روش نوشته چشم نخوری ایشالله، چشم نخوری ماشالله. خب من اینو گرفتم و ممکنه من اینو تا سال 30 ازش استفاده بکنم، یعنی با استایل‌های مختلف سعی میکنم که اون وسایلم رو بپوشم و دور نندازم. یه موقع‌هایی مثلا مامانم بهم میگن که مرجان تو الان مثلا تقریبا 200 جفت کفش داری، اینا رو بده. میگم نه آخه مثلا اینو ببین، اینو که من دیگه نمیتونم پیداش بکنم، اینو رفتم کوچه به کوچه، میدونی، یعنی مثلا کلون به کلون، دکون به دکون رفتم پیدا کردم. این دیگه اصلا وجود خارجی نداره، یه دونه هست ازش، یه دونه هست. آفرین، یه دونه هست. برای خانم دکتر بوده. یه دونه هست واسه منه و من اینو نمیدم بره. شاید مثلا چیزایی که ممکنه لحظه‌ای و به صورت چی میگن ایمپالسیو، هیجانی خرید بکنم که پیش میاد دیگه. وقتی ومپایر شاپر میشی ایمپالسیو هم میخری دیگه، ممکنه. آره، اونا رو میفروشمشون که فکر میکنم توی پرانتز بهتون بگم این یوزد شاپایی که اومدن و اینا خیلی به این قصه کمک میکنن. دقیقاً. که اون آدم اون چیزی رو که دوست داره، آرزوشو داره داشته باشه. خودم آرزو اینو دارم مثلا یه گل سر مثلا هرچی داشته باشم، گل سر دلم میخواسته پیداش نمیکردم، وینتج بوده یا هرچی، توی اون یوز شاپ میبینمش و میخرمش اگرم یوز باشه. اینم خیلی به سستینبیلیتی این بچه‌هایی که دارن کار میکنن کمک میکنن. خیلی دقیقاً همین. من اوایل فکر میکردم که مرجان فقط استایلش ترکیب ایرانی و به قول خودش فرنگی و ایناست، ولی امروز که دارم بیشتر باش صحبت میکنم متوجه شدم که مرجان ادبیات و قول شخصیتش ترکیبی از زورخونه میلان مثلا و انگلیسه. آفرین. آره میتونه ترکیب سمی پاریس و لندنه. آره و حموم عمومی. نسرین اسم اپیزودو بذاریم تهرون حموم نمره. تهرون حموم نمره دکون تهرون مرچ کمد. آفرین. مرچ کمد تهرون دکون. ولی مرجان جلوی من که نشستی روبروم این گوشواراتو که میبینم این واقعا یعنی یه لحظه یه لحظه اینجوری آفنس نگیرید به خودتون. نه واقعا من یه روزایی اصلا اینا رو خیلی ناخودآگاه گوشم میکنم. اگه دوست نداشتی بیای اگه با ما حال شطرنجی نه واقعا خیلی دوستشون دارم و اینکه نه که دوستشون دارم با آدما نشون بدم، خودم وقتی میندازم خیلی حال خوبی دارم. It's not your business. ببخشید واقعا.
ولی آره اینا چیزایی که من باشون به هر حال من گرفتارم، میدونی من این آدم گرفتار، من صبح که بیدار میشم فکر میکنم آره این گرفتاریم زیاده، درگیر قصه‌های پرقصه‌ای صبح یعنی دائما این مسئله که چی بندازم چی بپوشم، ای وای تکراریه، ای وای امروز یه چیز دیگه، به هر حال این ادامه داره. ممکنه شبم خوابت نبره، من گاهی از شبم استرس آره میگیرم. من از شب ولی پیدا میچینمش، اگه نکنم درگیر میمونم. نه شب باید پیدا شه، چون من صبح 5 بیدار میشم. آره من صبح 5 صبح بیدار میشم و باید اونا حاضر آماده باشه دیگه، چاره چیست؟ خب مرجان تو الان دقیقاً چی کار میکنی؟ و یکم از میرمولا هم دوست دارم بشنوم. اوکی، من همچنان که قبل مرس کمد آنچه که بودم تدریس هر دو زبان رو دارم در کنارم، خوشحالم باهاش خیلی. تو تدریس فارسی هم باید بکنی واسه مدل خودم به زول و اینا رو یه کلاسی واسش بذارم. آفرین دقیقاً. و اینکه خب کار استایلم رو هم که انجام میدم، مشغولم باهاش، ولی اخیراً تقریباً یک سالی هست که با برند میرمولا دارم همکاری میکنم و خیلی هم با کارم خوشحالم از اینکه توی این برند فعالیت دارم به عنوان برند اکزیکیوتیو منیجر و اسیستانت خود آقای میرمولا. اینکه افتخار اینو دارم اونجا فعالیت کنم برام خیلی جای خوشحالی داره، چون یه سری از جنبه هام رو اونجا میتونم شکوفاتر بکنم، یعنی اینکه هم یاد میگیرم، انگار یه مکتبه، چون ایشون دریایی از معلومات و تجربه و دید زیبان و اینکه در کنارشون شما خب هی یاد میگیری دیگه. آدم باید توی سنی نیاز داره به این لول اپه به نظرم. اونجا با هنر درگیره، شما آدم‌هایی رو میبینید که همه دغدغه‌شون هنره و دوست دارن این بستره بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه و از اونجایی که آدم اجتماعی هستم و دلم میخواد با آدم‌ها در ارتباط باشم، این هم برای من این شرایط رو فراهم میکنه. خب مکاتباتی که باید با کشورهای دیگه باشه، با اگر کلاینت، اگر گالری، اگر هر چیزی هست، من این کار رو انجام میدم و برام خیلی روند خوبیه. و در عین حال که ایشون یک گالری در مقصود بیک از گذشته دارن که حالا من بهش میگم دوکون، این دوکون رو سعی کردیم که زنده ترش بکنیم. یه 8 سالی هست که اونجا فعالیت داره، ولی فکر کردیم که از اونجایی که طراحا خب دوستای خیلی خوب من هستن و به من خیلی لطف دارن و همین جور خود آقای میرمولا، خوبه که اینا رو زیر یه سقف جمع بکنیم و اونجا رو به خاطر همون دغدغه که هنر طراحی، پایداری، سپورت کردن، کمک به سروایو کردن بیزینس هاست، ما که حالا این فرصت رو داریم اونا رو زیر این سقف بیاریم و در کنار هم دیگه سعی کنیم این مسیر رو طی بکنیم. ولی خب من این تجربه اولم برای داشتن یک مکان با هنرمندان نیست. من خب قبلا با همون دوست صمیمیم با هم جایی رو داشتیم، بچهای دیزاینر کارشون پیش ما بود، قبلترش پالادیوم جایی رو داشتم با یکی از دوستانم و خب الان میوش شد این که من در کنار آقای ثریا بتونم این مسیر رو کامل تر بکنم. خیلی جالبه. من فکر میکردم مثلا تو شاید خودت هم شریک باشی توی اون کانسپت استور، یعنی اون انرژی خیلی زیادی که داری براش میذاری و کاملا حس میکردم. اون احساس تعلق. آره چون واقعا میگم این فضا رو ایشون در اختیار من گذاشتن و گفتن خود دانی، هر آن کاری که میخوای بکنی خودت بکن، من هستم ولی فکر کن که مال خودته. و واقعا این احساس برای من بوده. یعنی من وقتی هر روز میرم اونجا فکر نمی کنم که دارم میرم در دکون کسی در دکون رو باز کنم بشینم پشت دخل. دارم میرم جایی که واقعا برای خودمه، از جون و دلم سعی میکنم مایه بذارم. اقبالم هم این بوده که دوستا و کانکشن‌ها و طراحای خوب در کنارم بودن، ساپورت کردن. من هم در طول این سالها سعی کرده بودم که این ساپورت رو نسبت به اونها داشته باشم و بهم برگشت. واقعا خیلی هم خوشحالم ازش. چقدر ارزشمنده و چه تیم ورک خوبیه وقتی که کسی که مثلا سرمایه داره، حالا هنرمندم هستش و درگیر پروژه های دیگه است، میاد به تویی که استعداد و تواناییشو داری
اعتماد میکنه و در واقع پروژه رو میسپره به تو، میگه خودت هر کار کردی و اینجوری بهتر در میاد تا اینکه دائما مانیتور بکنن ایراد بگیره. دقیقاً این خیلی مسئله مهمیه و منم خیلی آدم خوشبختی ام که توی این زمان و موقعیت با این کامیونیتی قرار گرفتم. این فرصت از طرف ایشون به من داده شده و اینکه توی دوربین بگم خیلی خیلی خوشبختم و نه واقعا همیشه دوست داشتم کار این چنینی بکنم، یعنی کاری که زبان درگیرشه، هنر وجود داره، تعامله هست، دوستانم هم هستند، یعنی kill two birds with one shot. این اتفاقه بیفته برای من الان میگم یه موهبت خیلی خیلی خوبیه. خیلی عالی. بچه‌ها میخواستم یه آیا میدانستید براتون یا بگم. حضرت خرس بفرمایید. یه آیا میدانستید میخوام بهتون بگم. آخه بعد امتدادش میخوام یه سوال مهم از مرجان بپرسم. بفرمایید. ولی آیا میدانستید که صنعت فشن استایلینگ و البته پرسونال استایلینگ توی آمریکا 1.4 میلیون ارزشش هست؟ میدونستی؟ گریه بغضی شدم. تو ایران ارزشش چقدره؟ برام سوال شد. ایران ارزش نه مثلا تعریف نشده. حضور یه همچین آدمی خودش اصلا مشکل داره. داره. مشکل سازه و اصلا نمیخوان. پرسونالشو چی میگی؟ خب حالا مرجان یکم بهمون بگو که چقدر کلا این صنعت الان تو بالاخره تو استایلیستی خب و حالا هر نوعی از استایلیست که هستی خودت الان میتونی شفافترش بکنی که دقیقاً تو چه حوزه‌ای بیشتر داری فعالیت میکنی، ولی چقدر پول سازه؟ چون میدونی چیه، میدونی چرا این سوالا رو ازت میپرسم. یه موضوعی هست، من توی قسمت قبلم که با حامد توکلی عزیز صحبت کردیم این موضوع رو گفتم. من و سودا خیلی رفتیم به این سمت که فشن باز داره راجع به بیزینس فشن حرف میزنه. خب اونا هم خیلی ارزشمنده ولی ما نمیایم بشینیم رانوی تحلیل کنیم. خب ما راجع به بیزینس فشن با آدما حرف میزنیم و راجع به این بیزینسه با کسایی حرف میزنیم که دارن این تو بیزنس میکنن خب و پول در میارن. حالا از دیدگاه هر کسی ممکنه که نتیجه و اون اچیومنتش یک چیزی باشه. یکی براش پوله، یکی پورتفولیو، یکی شهرت، هر چیزی میتونه باشه. اولا بگو چقدر ازش پول در میاری اگه داری تو این حوزه کار میکنی. دوما این که برای تو اون دستاورد چی محسوب میشه، یعنی مرجان اگر که چی بشه توی این صنعت و تو این حوزه خوشحاله. خب اولین چیزی که بخوام بگم اینه که نباید شغل اولتون باشه در ایران. برعکس آماری که دادید در آمریکا، این نمیتونه شغل اول شما در ایران باشه، حداقل الان من اینجوری فکر میکنم. چقدر خوشحالم که ازت اینو میشنوم. خیلی درست گفتی. خیلی درست و چقدر با جرأت داری اینو میگی. آره نمیتونه باشه. خیلی بامزه. چون ببینی هر کسی دیگه الان اینجا نشسته بود میگفتش تو اگر عاشق کارت باشی باید وایسی و استقامت کنی. آفرین. نه به نظرم مثلا اینجوری نیست، چون این یک مسئله‌ایه که جدید وارد شده، خیلی زمان میبره، شاید مثلا 2 نسل بعدی حداقل. واسه همین نمیتونی برد وینر باشی، چی میگن، بیکن سر میزت ببری، نون سر میزت ببری یا زندگی رو بچرخونی ولی شغلت استایلیست باشد. پس این که اصلا هیچ. فکر کنم جواب کلیر شد. در مورد مسئله دوم این که اچیومنت قراره چی باشه، اچیومنت همینه که این مسیر هموار بشه، یعنی آدما براشون جا بیفته که من همه کاره نیستم، من طراح، آرتیست، مدیر خلاق، مدیر هنری، حسابدار، آلومینیوم، مفرق، اینا خریداری، من همه اینا نیستم. من یه کار رو بلدم انجام بدم، کار رو بسپارم دست اون کسی که کار را میداند. این برای من یه اچیومنته که من بتونم کمک بکنم مسیر این پیشه یا این حرفه هموارتر بشه برای آدم‌های بعدی. خب این چیزی که داری میگی خیلی راجع به آدم‌های دیگه است، یعنی تو انگار داری یه دهشی میکنی. خب گیرشه، یه ذره گیرشم بگو.
یعنی پیش خودت تا بگی مرجان اینو به دست آورد، مرجان شد آره مرجان تونست که نمیخواستم خیلی شخصیش بکنم، ولی مرجان تونست که این سفر چطور استایل کردن رو به برندا از لحاظ تصویری و بصری نشون بده و بگه که آقا جون ریسک کردن، آقا جون طرح‌ها پترنا کنار هم آمدن، با برندهای دیگه کار کردن توی برندت، با خودت فقط نبودنه، کلابریت کردنه، اینها رو انگار که اون گرفتگیه و اون دوگما بودنشون رو در بیاری دیگه. و این برای من فکر کنم خیلی اتفاق خوب باشه. بعدش دیگران. تو خودت رو آدم موفقی میدونی و اصلا موفقیت از نظر تو چیه؟ سوالا داره چیز میشه، سخت میشه. آره داره خیلی فلسفی. میدونی میخوام چیکار کنم؟ میخوام از این تیکه هایی که داری میگی موفقیت از نظر تو چیه داری انقلت میاری. آفرین، میخوام از اینا رو بکنم تیکه های طلایی پادکست، بعد هی اینا رو شیر تو استوری کنیم، هی شیر تو استوری کنیم. آره ببین خیلی به نظرم موفقیت هم خیلی شخصیه هم خیلی نسبیه، ولی به عنوان مرجان فکر میکنم مسیره رو دارم میرم جلو. نمیتونم بهش بگم که آخه چی موفقیته، رسیدن به پوله، رسیدن به کردیته، رسیدن به اون جامعه که میخوای، نمیدونم چیه دقیقا، ولی تو مسیرشم. و اگه کسی بگه موفقه، شاید جهانبینی اشتباهیه. نمیدونم، مثلا ایلان ماسک الان با خودش میدونه که آدم موفقیه، اگر فکر کنه موفقه شاید استاپ کنه، چون وقتی به یه نقطه میرسه باز میخواد بره مرحله بعدی و این باعث رشد میشه. دقیقاً من فکر کنم اینا یه وابستگی به هم دیگه دارن که تو نمیتونی بگی که من الان اینجا موفق شدم. همیشه یکی موفق‌تر و خیلی بهتر و سرتر وجود داره و اون کس یا اون چیز شما رو سوق میده به سمت بهترتر شدن. میدونی؟ و پس نمیتونی بگی که من موفقم. نه، فکر میکنم که مسیره رو دارم برای مرجان خوب پیش میبرم جلو. خیلی عالی. منم همین فکر رو میکنم راستشو بخوام. به مرجان یه چیزی، الان تعداد پروژه هایی که میگیری در طول هفته یا ماه به چه صورته؟ و میخوام ببینم که مثلا الان که حالا سالها گذشته از این، بالاخره یعنی یه جورایی تخصص پیدا کردی تو این کار، چه جوری انتخاب میکنی با چه برندی کار کنی؟ ببین خب عموما الان اون کسایی که بازترن به این مقوله درخواست هایر کردن استایلیست رو دارن. حالا اونها چه کسانی؟ اونها کسانی که من هم باشون آشنا. ممکنه کنسپت استور باشه، ممکنه که طراح کیف باشه، طراح کفش باشه. مسئله اینه که ممکنه من انتخاب بکنم اون چیزی که مدلم نیست، ولی اون اچیومنت رو پیش میگیرم جلو. یعنی چی؟ یعنی میگم اوکی شاید من اون آدمه نباشم که اینو بخرم، ولی بذار اونو اونجوری درست بکنم که آدما بگن تاچ مرجان توشه و چقدر باحالی که تو اینو درست کردی. من مثلا دوستای غیر ایرانی دارم که همیشه میان بهم میگن مرجان مثلا اینی که همش رو یارو پوشیده اینا همه made in Iran، میشه همچین چیزی؟ این اصلا این لوکه خیلی با نمکه، این وضعی که تو درست کردی واسه این آدمه خیلی وضع خوبیه و این برام مهمه. شاید مثلا نمیدونم خیلی سطحی باشه من این حرف رو بزنم، شما برای همون برند مثلا قاشق چنگال، برند یخچال فریزر، اگه بتونی یک لوکی درست بکنی، نه که لوک انقدر بولد باشه که یخچال رو نگاه نکنه فقط لوک رو نگاه کن بزله به لوک، اصلا یادش بره یخچال میخواست بخره، ولی یه چیزی برای یارو بسازی که بخواد و این ارج رو داشته باشه که بره اونو بخره و خوشش بیاد. شما کارتو کردی دیگه. لزوما که بگم نه من به اون پروژه میگم نه، به اون پروژه میگم آره، چون اون مثلا
اونه، اینه نه میگم مرجان فوتپرینتش بمونه. دقیقاً. خیلی جالب این چیزی که گفتی، اینکه بالاخره اون امضای تو هر جایی که بری هر کاری بکنی معلومه دیگه یه سری چیزهایی هست که مال مرجانه. آره مال مرجانه، همونی که بهت میگن ای خلبازیه. آفرین، باریکلا. فقط به خودت میاد. دقیقاً. من میخوام یه چیزی بگم، یه تجربه مال خیلی قدیمم نیست، همین چند وقت پیش یه کلاینتی داشتم خیلی جالب بود که از من پرسید که یه درخواست خیلی بامزه به من داد. گفتش که درخواستم نبود، امر کردن که میری خرید کنی برای پروژه، عکس بفرست ما تایید کنیم. چشم عباس آقا. بعد اینجوری بودم که حتما 100% منتظر باشین میخوام بهتون زنگ بزنم. بعد بامزه بود، بهشون گفتم که همچین چیزی رو من انجام نمیدم. اوکی، اگر که میخواین خرید کنین شما میتونین برین خریدتون رو بکنین و بعد بدین اسیستنتتون و لباسا رو تن مدل بکنه. قاعدتا اگر اومدین سراغ من خرید رو میکنم، نسبت به مودبوردم دارم دیگه، فهمیدم چیه داستان. پول بودجه خرید رو بهت داده بودن ولی بودجه خرید رو در حقیقت بله باید اولش بدن. بعد و من رفتم و بعد گفتش که آخه ما نمیدونیم چی میخوای انتخاب کنی. عجب. گفتم دوست عزیز، پورتفولیو این همه نمونه کار، شما برو هر جا، اصلا انقدر معلومه من استایل کردم به خاطر اینکه همون دقیقاً چیز کت آقا بزرگ تو پوشیدی، شونه های تیز گنده فلانه، اینا تو همه جا هست، همه جا هر جا شما ردی از من باشه احتمالاً این چیزها رو خواهیدید توش و هستش دیگه. این سلیقه منه، یا شما قبول داری و میسپاری به من و سر پروژه هی نمیگه نمیدونم اینو نکن تنش اونو نکن تنش، یا قبلش برای من عکس یا با من دبل چک کن. نداریم واقعا همچین چیزی. مودبورد هم بسته بودی براشون؟ مودبورد خودشون کریتیو دایرکتور بود که این حرف رو به من زد. مودبورد رو بسته بود، برای من فرستاده بود و من دیده بودم، کانسپت رو متوجه شده بودم، استوریا رو خونده بودم، سناریوی ویدیو همه کامل مشخص بود و میدونستم با چی مواجهم. بعد دیگه میدونی خلاقیت خودم بود که برم اینو از اینجا بگیرم اونو از اونجا بگیرم. بعد خیلی میدونی با مزه چیه، من معمولا تو این پروژه هایی که انقدر یه نفر بهم بند میکنه که ما ببینیم چیکار کردیم، ما ببینیم فلان کردیم، خلاقیت از بین میره. اصلا مرجان من یه چیز جالب به تو بگم، همیشه برای این که به خودم و به اون آدم ثابت کنم که اگر بسپاری به من نتیجه خوبتر در میاد، اینه که برای نمونه همیشه اصلا کارم شده کنار لوک هایی که اونا اوردر میدن و مثلا دیگه براشون اینجوری که اینا اوکیه و فایناله و خیلی مثلا به اون چیزی که ما میخوایم نزدیک شده، یه لوک جدا میبندم از چیزهایی که خودم میدونم که خیلی خیلی میتونه دقیقاً خیلی بامزه است. میریم سر پروژه و اصولا هم مثلا اونا رو میذارم لوک های چندم به بعد میپوشونم. لوک رو که میبندم و مدل که لباس رو میپوشه همه اینجوری هن واو ما اونو میخوایم و اینجوری هم که ببین اینو من گفته بودم بهتون بسپارین نتیجه بهتر در میاد. اصولا من اتفاقا بیشتر مایه میذارم، خرج میکنم، خلاقیتم بیشتر درگیره و انقلت نیارین دیگه. خلاصه دیگه شنیدین، انقلت نیارین و این کارا رو هم نکنین. واقعا عالی. تهرون و چی گفتی؟ همون عمومی و همون نمره و زورخونه من گفتم، ولی دکون تهرون زورخونه فرنگ دکون مرجان فرنگستون قصه های پرقصه. آفرین، قصه پرقصه. مرجان اگه یک کسی تازه بخواد وارد کار استایلینگ بشه، به نظر چه توانایی ها و چه اسکیلایی رو در واقع باید یاد بگیره؟ تو فکر کن یه جوون فرش از دانشگاه اومده جوان رعنا، آره چی کار باید بکنه؟ واقعا به نظرم مطالعه و تجربه واقعی، منظورم ملموس، خیلی میتونه کمک بکنه. مطالعه روز به روز، آپدیت کردن روز به روز، دنبال کردن این که در جهان چه میگذرد. چون ما فعلا با اون جهان آماری که عزیز گفت آیا میدانستید، ما با اون قطع ارتباطیم. آره ما با اون قطع ارتباطیم، آره کامل. ما داریم توی جهان موازی زندگی میکنیم. برای زندگی کردن توی اون جهان موازی استایل که اونا او کجا و ما کجا، اونا تا ثریا رفتن، ما هنوز همین جا نشستیم.
خیلی نیاز به دوده چراغ خوردن داره به نظرم. تجربه بصری و یاد گرفتن اون لایه‌های فرهنگی، مطالعه در مورد همه چیز، فارغ از اینکه شما بخواید مقرضانه نظر بدین، مقرضانه بگی من فقط این برند یا نه اون برند، من آن کار را میکنم این کار را نمیکنم، من این رنگ فقط آن رنگ نه. چون ما تومون ما یه دیکتاتور درون هم داریم دیگه تو همه چی دیگه. این دیکتاتور درون در ستایل برتابیده نمیشه، باید همه چی رو تاب بیاری، باید پذیرا باشی، بغل کنی همه چی رو، همه برندها رو بدون هیچ سمت و سویی. منم یه چیزی بگم. ببین من خودم واقعا چیزی که حالا الان مثلا سالها گذشته از این ماجرا و بچه ها ازم سوال میپرسن، معمولا اونایی که کمتر سن و سال دارن دوست دارن مثلا تو این حوزه فعالیت کنن، واقعا چیزی که مرجان میگه رو خیلی باهاش موافقم. واقعا این مطالعه و ریسرچ و اینا رو خیلی باهاش موافقم و اون تجربه‌ای که داره مرجان میگه به نظر من تا اون آدمه اگر واقعا علاقه به این حوزه داره مطالعه میکنه، کورس میگذرونه، واقعا تا نیاد سر پروژه به صورت لایو قرار نگیره، ساعتها رو پا نباشه، کف پاهاش شبا نسوزه، هرس نخوره، اذیت نشه، تو سرزنون نداشته باشه. آفرین، دقیقاً اونجا تحت اون شرایط قرار نگیره، خنج خودشو نزنه، اصلا واقعا نمیتونه بفهمه که داستان از چه قراره. یعنی این دغدغه‌ای که ما همش اولش راجبش غر زدیم از همینجا میاد که رفتیم سر پروژه انبار و یه چیزهایی رو دیدیم که میدونیم که تو اون کورس‌ها هیچی ازش بهمون نگفته بودن. من الان بخوام کورس بذارم چند نفر رو ترین کنم، همه اینا رو بهشون میگم آماده همه اینا باشین، بله. کفشی که میپوشی چی باشه، فلان باشه، اینا رو بدون با خودت. و یه موضوع دیگه که هستش خیلی به نظر من مهمه اینه که آدمی که میخواد تو این حوزه فعالیت بکنه باید بلد باشه کامیونیتی واسه خودش درست کنه، باید آدمی باشه که بتونه ارتباط با دیگران برقرار کنه. یعنی تو بری وایس سر پروژه اونق منکسره، آفرین اونق میبینی کلمات رو چیز میکنه، ادا میکنه، اونق منکسره باشی، به زولیبه مثلا طراح به زولیبه همه شبیه گربه گچی خدایا بسته. آره هیچ حرکتی نداشته باشی، بزولی بری. آره اون یعنی هیچ کاری نمیتونی بکنی، نه نتورکی درست میشه، نه تو با آدمی ارتباط میگیری، احتمالاً دیگه هیچ اوردری صدات نمیکنه، آفرین اوردری نمیاد سمتت. قاعدتا باید، چون واقعا تو این حوزه هم که مارکتینگ اصولا وجود نداره که اصلا خودش یه چیز عجیب و ناشناخته است، چه برسه اینکه یکی بخواد بیاد مارکتینگ روش واسه خودش بکنه. بنابراین هر آنچه هم که اوردر میاد سمتت از تبلیغات دهان به دهان، معرفی دوستان، آشنایان، اقوام، خویشاوندانه. آره. یعنی چیزی غیر از این نیست. دقیقاً. و بنابراین باز توصیه‌ام اینه که برین هم تجربه کنین. تجربه هم از کجا میتونین بکنین؟ این که آدم‌هایی مثل من و مرجان و سفدا هستن واقعا که تو این حوزه، منو نمیدونست، یادم رفته بود اسم شریکمو، تو این حوزه هستن که واقعا ما پذیرایی، من خودم واقعا پذیرام. آره واقعا. و اینجوری هم که اوکی بیاین مثلا سر پروژه با هم دیگه بریم، به عنوان اسیستانت بیان شرکت بکنن، آفرین، و یاد بگیرین و ببینین که اصلا اوکی هستیم با این وضعیت. آره این فضا رو میپذیرید یا نه، یا برمیتابید یا نه، به تابتون بالا سنم. یه تجربه اخیر داشتم، ما خودمون ایونت داشتیم چند وقت پیش، بعد شب قبل از ایونت من دیدم 10 تا دایرکت از 10 تا آدمی که هیچ وقت من دایرکت ندادن اومده. سلام ببخشید شماره تلفن. منم دقیقاً همین اکتم بود و یه ذره به گوشیم نگاه کردم، دیدم یه آدمی که میشناسم هم اون وسط اومده دایرکت، مرجان شماره تلفن تو بذار برای یک پروژه استایلینگ، من ایمیل دارم، شماره تماس دارم، حالا همه اینها. میک لانگ استوری شورت، اونر برند به من زنگ زد که ما فردا صبح شوتینگ داریم، ستایلیستمون مثلا زونا گرفته. گفتم عادی که نیست، عادیه شما شب قبل
مگه من دکتر شیفتم که گزارشات شیفت قبلی رو بدونم که با این مریضای بدبخت مفلوک چه کردن؟ من اصلا نه برند تو میشناسم، نه میدونم تو کی، اصلا نمیدونم چی داری، اصلا هویت برنده همونی که گفتم. مثلا من نمیدونم تو شب قبل من زنگ میزنی میگی من استایلیستم، مثلا هر چه میدونم بنده خودت چه بلایی سرش اومده. این که خوبه مرجان، حالا این بدبخت مریض شده و زنگ زدن فرداش گفتن به تو که مثلا فردا بیا. من پروژه‌ای با هم تماس گرفتن که اصلا استایلیست نداشته، گفته فردا بیا. به به. من اینجوریم که اون خیلی به نظرم اون خیلی جلو بوده. از ما جلوتره. شبیه کارت عروسی‌ها که اضافه میاد بعد میدن واسه اونایی که نمیخواستن دعوتشون کنن. حالا بچه‌ها شما هر دوتون بیشتر توی پروژه‌های تبلیغاتی کار کردین، استایلیست بودین، تجربتون بیشتر توی فوتوشوت ها و واسه برندها و ایناست. من خودم هم مثلا یه نصیحتی که دارم به عنوان کسی که بیشتر من کار پرسونال استایلینگ کردم، یعنی برای افرادی که طرف مثلا میگه من یهو خیلی چاق شدم، من اصلا میخوام سبک زندگیم و کارم یکم تغییر کرده، میخوام در واقع یه جورایی ایمیج کانسالتر بودم، مشاوره ظاهر رو به اون شخص میدادم. نمیدونم فارسیش چی میشه، فارسی کل خیلی بعد یکی از اتفاقایی که برام میافتاد واقعا نسری، من مثلا یه روزایی با پول خیلی خیلی کم شروع میکردم، یعنی الان به رقم‌ها فکر میکنم برام خیلی عجیبه و برام یه جورایی سخت بودا، ولی مثلا میرفتم تو دل کاره دیگه. آدمای مختلف رو میدیدم، یه کسی مدیر عامل بود، یه کسی وکیل بود، یه کسی مثلا چاق شده بود، لاغر شده بود، یه شکستی تجربه کرده بود. دیدن همه این آدما، کار کردن باهاشون، هر چند با بودجه کم و دریافتی کم، ولی باعث میشد که من شخصیت‌های مختلف و نیازا و ایناشون رو بشناسم و همون کامیونیتی تو بسازی. دقیقاً. و چیزایی من به طرف یاد میدادم که باور کن تا آخر عمرش میتونه استفاده کنه. آره. همه فرم، یعنی تو کارت هم سستینبل بودی حتی میتونیم بگیم. و خب به نظرم دقیقاً همونجور که خودت گفتی و نسرین هم اشاره کردن که آدم هی بره تو دل کاره، هر نوعی از استایلینگ. حالا به نظرم یه بار ما باید راجع به انواع مختلف استایلینگ صحبت بکنیم و بخش‌های مختلفش رو بررسی بکنیم. هر قسمتی که هستی ولی هی سعی کنی تجربه کسب بکنی و کار بکنی. دقیقاً همینه. خب ما یه سوال آخرمون یه ذره کرینجه ولی همیشه میپرسیم. یه جمله‌ای که دوست داری به شنونده های فشن باز بگی، نصیحتی یا هر حرفی که داری چیه؟ خب نصیحتو که خودم اصلا بر نمیتابم کلاً، یعنی توی خزانه لغاتم خیلی نیست، ولی از اونجایی که میگی کرینجه و میتونم یه چیزی الان سرهم بکنم واقعا بگم، این که به نظرم آدم ها هممون باید پیدا بکنیم اون چیزی که بهمون میاد، میتونیم بپوشیمش، باهاش خوشحال باشیم و باید اون کمد کپسولی خودمون رو داشته باشیم. اون کمد کپسولی قرار نیستش که لزوماً کمدی باشه که دنبال روی ترنده، چیزی باشه که خودمون باهاش احساس خوبی داریم. نه راحتی هم میتونه توش باشه. آقا راحتی میتونین پیژامه بپوشین، میدونین، لباس خواب تنتون بکنین، مثلا راه بیفتین گس کنید خیابونا رو، ولی اینکه احساس خوبی داشته باشید باهاش و اعتماد به نفستون بالا باشه با اون کمده، این به نظرم اسمش شاید نصیحت نیست دیگه. میگن پشت هر زن موفقی کمد لباسشه. آفرین، کمد لباسشه. پروپیمون. آره واقعا، آره موافقم، خیلی موافقم. در ادامه صحبتت آیا میدانستید که نه خدایی آقا میدونستید که آدما وقتی چیزی رو گوش کنید به من دیگه، وقتی چیزی رو میپوشن که دوست یعنی بهشون میاد 90% اعتماد به نفسشون بیشتره. خب دکتر میرن دیگه، سلامت تعالش دارو نداره، احترام میشه. نگران نه دوستان عزیز، شنوندگان، بینندگان، اصلا نگران نباشن، پیدا میشه قرص اعتماد به نفس. من مطمئنم، من امیدوارم اول قرص غذا اختراع بشه، بعد قرص اعتماد به نفس. اوکی، خیلی خوب باشه. نسرین بریم دیگه. برو بریم. خدا نگهدار. خدا بزی کنیم، ببخشید.
اینا از اونا که مهمون میارن خوشو زودتر میرن میخوابن. اشکال نداره. خیلی بچه خوشحال شدم. مرسی که وقت گذاشتی. چی میگن دلم نمیخواد که تموم بشه اینجوری که درو باز کنیم بگیم برو بیرون دیگه. پادکستمون خیلی داره طولانی میشه. خیلی مفید بود. امیدوارم که برای شنونده ها و شنوندگان و بینندگان عزیز هم ثمر بخش باشه و بتونن از حرفای من یه هینتی بگیرن. مرسی. موفق باشین. خیلی متشکرم. مرسی مرجان، مرسی که دعوت ما رو قبول کردی واقعا. خدافظ. خب این هم از اپیزود دوم فصل 3 فشن باز. امیدوارم که لذت برده باشین. لطفاً اگر که این اپیزود براتون مفید بود لینک پادکست رو برای دوستان فشن بازتون بفرستید و اینکه همین الان سابسکرایب کنین تا اولین نفری باشین که از اپیزود بعدی خبردار میشین و اینکه ما حتما پیج مرجان رو براتون میذاریم توی توضیحات همگی با هم پادکست. خدافظ با هم همگی با هم خدافظ. خدافظ. خیلی با هم.